سب بچه خوش اومدید به پارت اول سری بازی ماینکرافت هاردکور وان بلاکه و بچه من اینو دیگه حوصله نداشتم برم این از اول بیارم دیگه. از ادامه که بازی کردم آوردم، چیز خاص کاری نکردم و چیزای خاصی ندارم و اینکه تازه شروع کردم اینو، چیز خاصی ندارم آنچنان و این چیزی دیگه. آره چیز خاصی ندارم و کار خاصی هم نکردم و همجوری الکی بازی کردم. اصلا روز کامل نیست که بگید آقایی رفته از ادامه برده یا رفته مثلا چیز کرده. و بچه هاردکور بدراکش وان بلاکش بدراک وان بلاکش بدراکش یک دو تا خبر بعد من بیارم بهتون بگم. آقا ما هر دفعه اومدیم یک ویدیو بگیریم، یه سری اتفاقات افتاد که نباید میافتاد. اتفاقات اولی بهتون میگم. آقا ویدیو بگیریم، ایکس رکورد صدای من ضبط میکرد و صدای بازی هم نمیومد، یعنی نه صدای من میومد نه صدای بازی نه هیچ. این یکی از باگ دومی که بهش خیلی بد برخوردم. بعد یکی از مشکل دوم اومدیم دوباره ویدیو بگیریم، این شات به چخمون داد. آره اینش جالبه، این شات بله دوباره این شات ما رو بدبخت کرد. حالا دیگه نمیدونم چیکار کنم، ویدیو بگیرم، روشای در حال ثبت روشای دیگه بودم ولی خب خوشبختانه میکروفونا رسید و الان دیگه راحت هم دیگه میتونم براتون ویدیو راحت بگیرم دیگه. کالا فالا اینا یه سری ویدیو چالش برانگیز دیگه انشالله که دیگه شروع میکنیم به فعالیت و دیگه دل شما رو شاد میکنیم. و اینکه نمیدونم چرا این بدشانسی ها نمیرفت از اون از اصلا حالا تنها ایکس رکوردر نبود بچه ها، میرفتم مثلا یک برنامه دیگه ضبط نمایشگر موبایل دیگه ریختم، اونم همینطوری بود. اونم یهو برداشت صدا رو ضبط میکرد ویدیو رو نویزار میکرد، نویز به شدت شدید داشت. اکسلراتور فعلا نمیخوام برو. آره یک نویز به شدت شدید و داغون داشت. جدا از نویزی که داشت لگم داشت، یعنی باعث لگم میشد. یکی از مشکلاتی که داشت قامون نشد. رفتیم با ضبط نمایشگر خود موبایل استفاده کردیم، حجم ویدیو مثل خرم رفت بالا، اصلا چیز برابری میشد. اومدیم با ایکس رکوردر تلاش کردیم، این ورش کردیم اون ورش کردیم، کندیمش انداختیمش و پاکش کردیم، اون ورش کردیم، یا آقا درست نشد تا اینکه این آخر کاری دیگه اعصابم شخماستیکی شد. چیز کردم پاکش کردم، رفتم یه سری تحقیقات زدم، فهمیدم که مشکلش ایکس رکوردر بوده و بگاه رفت. خبر بچه من نگاه کنم، بذار بهتون میگم چی ویدیویی قراره من براتون بگیرم استریم کنم براتون. اوه دویمون پشمون چی ویدیو قراره براتون استریم کنم. ویدیوهایی که قراره براتون استریم کنم همشون چیزه ماینکرافت، از سری بازی دیگه هست و یکی از بازیایی که تو ایران کمتر کس، حالا نمیدونم کمتر، خودم با اون چشمی که دیدم کمتر کس بوده بازی که کرده میخوام براتون بازی کنم. آلبیون آنلاینه بچه‌ها، یه بازی استراتژیک جهان بازه که سبک بازیش اینطوریه که هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، یعنی بازیش کلا در دست خودت دوست داری میتونی زندگی کنی. داخلش یک سبک جهان بازی خفن داره و یک بازی کاملا آنلاینه و
نقشم بود اونو براتون ویدیوش کنم. حالا بیایم بهتون میگم مشکلش چی بود. از تصویر زمینه پشتیبانی نمیکنه، یعنی وقتی که ویدیو میگرفتم تصویر سیاه بود و ویدیو رو نمیگرفت. این یکی از مشکلات بود که داشت، ویدیو رو نمیگرفت و آره دیگه یکی از مشکلات داشت رو اعصابم بود، همین بود. میگفت تصویر زمینه پشتیبانی نمیکنه. همچنان در حال فکر کردنم بعد به یک نظری رسیدم. برای اینکه من بخوام ویدیو آلبوم بگیرم، یکی این که باید کامپیوتر باشه، یعنی سیستمم بیاد با ویدیو که میخوام بگیرم با کامپیوتر بگیرم. حالا یه سری از بازی‌ها دیگه هم احتمالاً میرم تو کامپیوتر انجام میدم. ای بابا چی تخشانسی مونده کنم حالا که حالش اینجا بود. الان آب بیده نگاه کن. آره یکی از نظریهایی که داشتم این که سیستمم بیاده براتون اونجا ویدیو بگیرم، که گفتم با خودم فکر کردم، گفتم این نظریه خب بده دیگه، بخوام تا صبر کنیم همچین اتفاقی بیفته. بعد سعی کنم تا سیستمم بیاد، سیستمم خب بیاد خرابه، بعد سعی کنم تو درست بشه. گفتم خب نمیشه اینجوری که نزدیک نه شاید 1 سال طول بکشه. به خودم گفتم خب چی بشه چی نشه. گفتیم بریم آقا سبکای دیگه امتحان کنیم، راههای دیگه رو پیدا کنیم برای تعمیرش. برای تعمیرش هیچ راهی پیدا نکردم بچه‌ها. تو کامنت های این ویدیو بگید چی راهی پیدا کنم و اینکه آره دیگه. خیلی خب بدون یه حرفی بریم سراغ کامل ویدیو و اینکه دیگه ما حرفی نمیزنم. خب بابا پشمام من چیز شروع کردم، سری قبل شروع کردم اصلا بهم هم چیزایی نمیگم. بچه این ویدیو حالا بیشتر صحبت میکنم تا اینکه بخوام بگم چیکار قرار بکنم. این ویدیو حالت توضیحات کانالی داشت و اینکه چیکار بخوام بکنم چیکار میخوام نکنم، فعالیتم به چه صورته، اینجوریه. این ویدیو کلا تایتلش همین بود، کار خاصی نمیخواستم بکنم و اینکه آره خیلی خب ما بریم چستا رو مرتب کنیم. چیکی چیکی بومبا. خیلی چند تا نگاه، یکی برای سنگا میخوام، یکی برای وسیلان. خب اینجا میذارم این life goes on and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. Babe, you best believe it, I'ma rip you up to pieces. I'm a lover, not a fighter, but I light this place on fire. I want it, but baby, at least I'm honest. I get tired of explaining as these seasons keep on changing. Life goes on and 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 on. اینم از این ویدیو من لذتش بود. البته لذتی هم نبوده چون همش صحبت کردم دایموند صحبت کردم.
خیلی خواهی اینم مزید میدیم دارم رضای شما توی ویدیو دیگه. خدا بذاره که سوانگسین دارم فعلا. خدا نگهدار.